سلام بچه، امیدوارم که هرچی کسی حال دلتون خوب باشه. من ارنم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا امروز اومدیم براتون یه پک هدشات خفن رو بذاریم. پک هدشات که نمیشه، آموزش و چند تا تریک هدشات. یه فایلی هست باعث ضد لک شدن گوشیتون میشه و FPS بالاتر، نرمی صفحه بیشتر و فول هد زدن، فول قرمز. چند هم تریک خودم بهتون میگم، تریک های برزیلی که میفروشن. آقا قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، مرامی لایک بزنید، چنل من حساب کنید، تلگرام و اینستا هم میاد دو صفحه، برید جوین شید و فالو کنید، عشق منید و بریم بی معطلی سراغ ویدیو. ترینی استارت کنیم. بگم یعنی چه تریکایی براتون آماده کردم. بچه‌ها ببینید، یعنی متد بالا کشیدن رو باید یاد بگیرید. قفل کردن عین. من خودم هم حرفه‌ای نیستم. اصلا حرفه‌ای نیستم. اصلا که نه، حرفه‌ای نیستم در حد کسایی که بلدن و استفاده میکنن. من در حد اونا نیستم. آقا رو بگم بچه سنت باید بچینید که تو هر زمین، تو هر فاصله‌ای باید بهترین مدو بخوره. اگه همه زمان نخورد باید بهترین مدو بخوره، بیشترین روز که توانه شد. ببین دست اصلا لحظه این ندارم. حالا من زدم لگم درست میشه دیگه. ببینید صورت هم میخوره. بچه هم متد با حفظ کردن جیزت هم اینطوریه. به بالا کشتن دکمه تیره توجه کنید. چرخش صفحه از کجا این گرفتم. من اکثر اینجا یا اینجا یا اینجا بالای سر میگیرم. وقتی از تیرتون ایمتون بالای سره و صاف بکشید بالا. مثلا اینجا یه کم پایین باید میکشی بالا. اگه اینجاست به بغل صاف محکم میکشی بالا. سری، خیلی سری بدون من. اگه وسط سریع‌تر، خیلی سریع‌تر میکشی بالا. اگه پایینه برعکس همشون خیلی کندتر اینطوری میکشی بالا. راحت بده. راحت بده. اگه چند تا نکته رو رعایت کنید. UMP هم ببین، نه خیلی تند بکش بالا، یعنی الان ایمت بلرزه و رد بده. نه خیلی کند بکش بالا که بخور ببرس. یه خیلی طبیعی و عادی باید پیدا کنید. چطور بکشی بالا، از کجا بکشی بالا، از کجا این بگیری. حالا خلاصی این سنس هم طوریه که این آقا سنسه با این دکمه تیر یکم کوچیکش کنید. آقا دکمه تیر خیلی خواهند بزنید، میتونید استفاده کنید. آقا گوشی هم ضعیف هست، یعنی گوشی قوی ندارم که صفحه قوی باشه. اگه میبینید لگ ندارم و یه ذره صفحه‌ام نرمه، به خاطر این ستینگایی که رو گوشی هم زنده. حالا همشو کامل میفروشن، تو تلگرام هست، اونا رو هم میفروشن. CMD موبایل هم موجود تو پکامون. آقا خیلی خفنه. خلاصه حالا بریم سراغ چند تا تریک برزیلی که خودم میخوام بهتون یاد بدم. ببینید بچه ها، میخواید نمایشی بزنید نه اینجا بگیرید بکشید بالا، یا یه دونه تیر بزنید تا اینو بیارید بالا، یه دونه تیر اینو بیارید بالا. حالا این تریکا خیلی سخت هستن، با تلاش و کوشش. اگه میخواید گیم پلی بگیرید باید این کارا رو کنید. ببینید از تو صورت، آقا بچه این یادم هست، از تو صورت خب خیلی سریع تا اونجایی که صفحه جا داره. خب چرخشی محکم به دکمه تیرم دقت کن. میبینی نیستا، طوری کشیدم بالا نیستا، صاف و دقیق میکشی بالا.
میخوره. حالا تو آقا دیدی افتادی تو دوریخ، گفتی آقا UMP هم داری، دیدی چیکار کنم چیکار نکنم هد بخوره. ببین بچه میچسبید اول، ببین میچسبید به بدن یارو. این قیمت مونیتور باز میکنی، چند تا تیر میزنی، هم رو برمیگردی باز میکنی قیمتونو، بعد این رفت کامل بیشتر اسکوپ میگیری، کامل نبود اسکوپ میگیری، اسکوپو میگیری دیگه تمومه. یه فولت میخوره. اما هیچی. آقا تیری که بعدی این خودم کشف کردم، آقا جدی خودم کشف کردم. ببین دو یه دونه میزنی تو اسکوپ در میاری تا اینجا اوکی، میزنی در میاری میکشی بالا. چه ایزیه خود. ببین دیگه خود اصلا پرواز. آقا دیدی بعضیا دیدی رو ویشون اسکوپ میزنن، یه ترفند داره، دو تا ترفند داره که اونا رو بتونیم میکشم بالا، همون لحظه که ادی خود اسکوپ میگیرم. میبینی اینطوری بالا بلد بودن میکشم. اینطوری آقا همینطوری بزنی اسکوپت میخوره دیگه. از ویو طلبایی که هم بیشتر نداشته اینطوری میزنی با اسکوپ البته. آقا تیری که برزیلی بعدی اینه، این دکمه تیر دوم رو فعال میکنید، میذارید بغل اسکوپ. خب بعد با MP یا UMP، اما این فایلی که میبینید الان UMP رستمه گذاشتم بخواه چنلمون خیلی میبینید همه چی میذاریم بخواه چنل دیگه اوزشی ضرر نمیکنه. آقا اسکوپ رو میگیری یک کوچولو صفحت رو میدی بالا، همزمان تیری دوم میگیری، میبینی یه ذره بالاتر برید میاد پایین. حالا خیلی تمرین میخواد، یعنی بیش از حد. من یه زمان میزدم دیگه تک کردم. ببین حالا من خیلی کندش رفتم، من اینجا آروم میشم. حالا ببین برزیلی های طوری میزنن. آقا تیری که بعدی ببین میچسبید اینجا اینطوری اسکوپ میگیرید میپرید. مثلا چطور بگم آخه اینجا جایی نیست که بشه مثلا یه جا با ارتفاع کم در حد انقدر که پریدم اینجاست. آقا یکم ازش فاصله میگیرید به قاعده دست راست. خب این اسکوپ رو میگیرید میپرید میزنید، نه معلوم میشید ولی هد میکنه. آقا این چیزم که همه تون باید اصلا نمیشه باید. آقا تیری که برزیلی بعدی میزنی تو اسکوپ در میاری، اولین اسکوپ رو زدی میپری، درسته؟ اولین اسکوپ رو زدی میپری، همزمان تیر رو میگیری، میپری همزمان تیر رو میگیری. تیری که فکر نکنم کسی داشته باشه. میبینی؟ یا داری تیر میزنی اصلا میبینی نمیخوری این اسکوپ بگی. این هم تمرین کنی خیلی جواب همین. بابا لک شدم. خب ببینیم بچه ها سنس کن لرزش این خیلی میاره کنتر. بچه ها دیگه زیاد وقتتون رو نگیرم، خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم که به کارتون بیاد و لذت کافی از ویدیو برده باشید. آقا این فایل هایی که دارم میگم الان آموزشش جلوتر میاد، داخل چنل تلگرامی من هست که لینکش تو صفحه میاد تو دیسکریپشن و شاید هم تو کامنت ها پین شده. آقا دیگه قلب منید، بریم سراغ ویدیو آموزشی و فعال کردن همون فایلی که میگم، نه چیت نه پنل. آقا بریم لیتس گو. بچه این ویدیو فعالسازیه، این برنامه لازمه باید نصبش کنید.
آقا این برنامه رو خب لینکش داخل چنل تلگرامی هست. این برنامه رو نصب کردید روی این هدفون، روی این چیز سفیده میزنید. میزنه کجا؟ همین برنامه جست وان میزنید روش. اینجا میاد. اینو تا ته میرید پایین، این دوتا رو روشن میکنی. روی این گزینه سیوی که سبز مانند میاد روش میزنی. تمام. اگه گیمت بازه یه بار بازو بسته میکنی میری تو گیم. آقا مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.